قرار ملاقات داری، قرار اداری داری، به در بسته میخوری، کافی از خونه داری میری بیرون 9 مرتبه سوره کوثر رو بخون و معجزش رو ببین. از دست همسایه آرامش نداری، مزاحم داری، به نیتش 9 مرتبه سوره کوثر رو بخون و معجزه سوره کوثر رو ببین. همسرت چشم و گوشش می جنبه، دائم کلش تو گوشیه، به حرفت گوش نمیده، اذیتت میکنه، کافیه 1 مرتبه سوره کوثر رو روی شیرینی، روی چایی، روی آب، روی غذا بخونی، بدی به خوردش. برای رزق و روزی زیاد و فراوان و برکت کافیه 4 شنبه ها 40 مرتبه سوره کوثر رو بخونی و تمام. اگر با من همراهی کافیه زیر این پست برام بنویسی سوره کوثر و بفرست برای اونایی که دوستشون داری.